میخوایم با ماشین بریم زیر آب. بین دو قاره آسیا و اروپا یه تونلی وجود داره زیر آب 106 متر پایینتر از سطح زمین به طول 5.5 کیلومتر که دو تا قاره رو به هم دیگه وصل میکنه. یه تونل 2 طبقه است، ماشین ها میتونن توش برن و بیان و ما روزانه ازش توی شهر استانبول استفاده میکنیم. اسمش هست تونل آوراسیا. سال 2016 ساخته شده، یکی از شاهکارهای مهندسی در جهان به شمار میاد. یه مته‌ای که قطرش 13 متر بوده سوراخ کرده، زیر زمین حفاری کرده و این تونل رو در واقع ایجاد کرده و بتونش که ضد آب هستش در کشور ترکیه تولید شده. مشابه همین تونل سال 2012 هم توی شهر استانبول افتتاح شده، اونم مخصوص رفت آمد قطار بین آسیا و اروپا است. اینور نوشته آسیا، از اون ور میاد می‌نویسه اروپا. همینجوری این شیبه رو میریم پایین تا اینکه در واقع میرسیم به یه نقطه‌ای که از زیر آب رد میشه و از اون ور میاد بیرون. از سمت آسیایی ما میایم بیرون. بین آسیایی و اروپایی از طریق این تونل فاصلهش به 5 دقیقه رسیده با ماشین. سرعت مجاز داخل تونل هم 70 کیلومتره. اون جایی که آب شروع میشه این رنگ آبی داخل تونل هم شروع میشه و الان زیر ما ماشینا در حال برگشت هستن. اینا خروجی های اضطراری هستند، تلفن هایی که توی اینجا هست و پناهگاه هایی که برای آدم ها انسان ها گذاشتن. همه جای تونل هم هواکش داره و همه جا دوربین داره. ورودی استفاده از این تونل الان 160 لیره و جالب اینجاست که توی تونل باز اینترنت کاملا آنتنش برجاست و شما این اینترنت دارید همه جا. از آسیایی اومدیم بیرون. یرینو